ای انسان‌ها، در نزدیکی‌های قیامت اتفاقات سختی خواهد افتاد. حذیفه روایت می‌کند پیامبر را دیدم. در حج ودا بود و به پارچه روی کعبه چسبیده بود. از چشمانش اشک جاری می‌شد. به اون نزدیک شدم و پرسیدم ای پیامبر خدا، برای چه گریه می‌کنی؟ خدا چشمان شما را گریان نخواهد کرد و اجازه گریه کردن به شما را نخواهد داد. و پیامبر این گونه جواب داد: حذیفه، دنیا در حال تمام شدن است. روزی خواهد آمد که گویا تو اصلا در این دنیا نبوده ای. گویا قیامت نزدیک شده است. پرسیدم که ای پیامبر خدا، نشانه های نزدیک شدن قیامت چیست؟ فرمودند ترک نماز، رفتن به دنبال هوسرانی، زیاد شدن خیانت‌ها، خیانت در امانت، کاهش منابع آب، فحاشی انسان‌ها به یکدیگر، از بین رفتن قناعت، از بین رفتن نیت خیر انسان‌ها، با وجود زیاد بودن درختان بیمیوه بودن آنها، کاهش قدرت خرید، طوفان‌های شدید، روابط نامعقول، قسم‌های نابجای فراوان، سخت شدن گذران زندگی، فحاشی کودکان به پدر و مادرشان و شوخی‌های نابجا با آنها، کسب پول از راه‌های نادرست، زیاد شدن زنا، ناشکری به نعمت‌های خدا، روی کار رفتن انسان‌های نادان، خودپسندی و دفاع از کارهای خود، مهم شدن انسان‌های جاهل، بلند شدن دیوارهای خانه‌ها و تزیین فراوان آنها، زیاد شدن بناهای لوکس و بلند، حق شدن باطل و باطل شدن حق، سادگی شمردن صداقت و زرنگی شمردن شیطنت، اشتباه شمردن حقیقت، حماقت شمردن سکوت، جهالت شمردن کسب علم، کور شدن قلب‌ها، غالب شدن بدی‌ها به خوبی‌ها، سر به فلک کشیدن دنیا پرستی انسان‌ها، زیاد شدن راه‌های تجاری، فراوان شدن تنبلی، زیاد شدن لباس‌های درست شده از پوست حیوانات وحشی به نشان از لوکس بودن، از بین رفتن مرحمت از دلها، زیاد شدن فساد، تبدیل کتاب قرآن به اسبابی برای حقه بازی. ای حذیفه، وقتی همه اینها اتفاق افتاد، از اسلام فقط یک اسم باقی میماند. قرآن از قلبها پاک خواهد شد و فقط ظاهری از آن باقی خواهد ماند. انسانها قرآن میخوانند ولی این خواندن از گلوی آنها فراتر نخواهد رفت. از قرآن اطاعت نمی کنند و از بدیهای گفته شده دوری نمی کنند. ای حذیفه، وقتی همه اینها اتفاق افتاد، مسجدها پر از زرق و برق است، ولی قلب انسانها از ایمان خالی است. عالمان روی زمین فتنه به وجود می آورند. انسانهای خیر و خوبی از بین خواهد رفت. انسانهای شر زیاد خواهند شد و این روز اگر بیاید، خدا اعمال انسانها را بی ارزش می شمارد، چون انسانها در این دوره فقط به فکر پول خواهند بود. به روزی خواهند رسید که ثروتمندترین آنها نیز خودش را فقیر خواهد شمرد. با کنار هم گذاشتن احادیث شریفه اینطور استنباط می‌کنیم که عالمان واقعی باقی نخواهند ماند. انسانهای جاهل و بزهکار جای انسانهای عالم را خواهند گرفت. به دلایل خیلی ساده انسانهای زیادی کشته خواهند شد. بیماریهای جدید لاعلاج به وجود خواهد آمد. حقوق انسانها پایمال خواهد شد. حلال یا حرام بودن درآمد مهم نخواهد بود. به جای اطاعت و احترام از پدر و مادر به آنها بی احترامی خواهد شد. در اندازه ها و معیارها حقه بازی خواهد شد. اشیای تقلبی به جای اشیای اصل فروخته خواهد شد. همه ناراضی هستند ولی باز هم از این کارها دست بر نخواهند داشت. به انسانها مرحمت نخواهد شد و به محتاجان کسی کمک نخواهد کرد. به بزرگترها احترام گذاشته نخواهد شد و به نصیحت‌های آنان گوش نخواهد شد. بازی‌های قمار فراوان خواهد شد. انسان‌ها گذر زمان را متوجه نخواهند شد. یک هفته مثل یک ساعت و یک سال مثل یک ماه خیلی زود خواهد گذشت. اسراف فراوان خواهد شد. انسان‌ها به جای نعمت‌های اخروی به نعمات دنیوی دل خواهند بست.
نوشیدنی های الکلی فراوان خواهد شد. داروها و نوشیدنی هایی که موجب زوال عقل می شوند، چه کم چه زیاد، چه از راه نوشیدن و چه از راه کشیدن، همگی حرام اعلام شده. پیامبر فرمودند که هر چیزی که مست کند حرام است، حتی اگر جرعه‌ای خورده شود. زیاد شدن نوشیدنی های الکلی در بین نشانه های قیامت وجود دارد. نشانه های اصلی نزدیک شدن قیامت نشانه های خارق‌العاده‌ای می باشند، مثل فرود آمدن دجال، ظهور مهدی علیه السلام، برگشتن حضرت عیسی، دیده شدن یعجوج و معجوج، آتش گرفتن منطقه‌ای در حجاز، آمدن یک دود بزرگ از آسمان، از زیر زمین در آمدن دبة الارض. از این نشانه ها حجاز، دود، یعجوج و معجوج در قرآن آمده‌اند و حضرت مهدی و دجال و حضرت عیسی در روایات پیامبر وجود دارند. روزی خواهد آمد که آفتاب از سمت غرب طلوع خواهد کرد. اگر این اتفاق نیفتد یعنی هنوز قیامت نشده و نشانه روز قیامت این است: در بین طلوع از شرق تا غرب به فاصله 70 سال فاصله وجود دارد. این درب بزرگ توبه است که تا روز قیامت باز است، ولی وقتی قیامت شد و خورشید از غرب طلوع کرد، این در نیز بسته خواهد شد و توبه کسی قبول نخواهد شد و کسانی که ایمان نیاوردند و یا ایمان آنها درست نبوده دیگر چاره‌ای نخواهند داشت. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه، با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.